سلام. امروز میخوایم بریم سراغ یکی از جنجالی ترین آدمای دنیا. کسی که بهش میگن مردی که آینده رو میسازه. نابغه‌ای که هم عاشق فضاست و هم عاشق ماشین برقی. اسمش ایلان ماسکه. ولی خیلیا بهش میگن تونی استارک دنیای واقعی. ماجرا از 28 ژوئن 1971 شروع میشه. ایلان تو پرتوریا آفریقای جنوبی به دنیا اومد. مامانش میماسک یه مدل بود و باباش هم یه مهندس خیلی سختگیر. از بچگی یه نابغه بود ولی نه اونجوری که همه آدما دوستش داشته باشن. وقتی 10 سالش بود اولین کامپیوترش رو خرید. 2 سال بعد یه بازی به اسم بلاستار ساخت و فروختش $500. اون موقع این مبلغ برای یه بچه مثل این که الان یکی 50 میلیون درآمد داشته باشه. اما بچگی خیلی سختی داشت. توی مدرسه بچه‌ها اذیتش میکردن. یه بار انقدر کتکش زدن که از پله‌ها افتاد پایین و بیهوش شد. ماسک فهمیده بود که اگه بخواد کارهای بزرگی انجام بده باید بره آمریکا. اول رفت کانادا و بعد به آمریکا سفر کرد. تو دانشگاه پنسیلوانیا فیزیک و اقتصاد خوند. ولی جالب اینه که از استنفورد انصراف داد چون معتقد بود که دارم وقتمو هدر میدم. باید برم دنبال کارهای بزرگ. اون اومد با برادرش یه شرکت به اسم زیپ-تو را انداخت. این شرکت شبیه گوگل مپ اون موقع بود. بعد فروختش $300 میلیون. ولی داستانش با پیپال اوج گرفت. ماسک این سیستم پرداخت آنلاین رو با چند نفر دیگه ساخت. بعدش ایبی اومد و پیپال رو خرید به قیمت $1.5 میلیارد. اینجا بود که ماسک تبدیل شد به یه میلیاردر. سال 2004 رفت سراغ یه شرکت کوچیک به اسم تسلا موتورز. اون موقع هیچکس فکر نمی‌کرد که ماشین برقی هم میتونه آینده‌ای داشته باشه. ولی ماسک میگفت من دنیا رو میخوام به برق وصل کنم. و الان تسلا بزرگترین شرکت ماشین برقی دنیاست. ماسک همیشه عاشق فضا بود. سال 2002 یه شرکت به اسم اسپیس را انداخت و گفت من میخوام آدما رو ببرم مریخ. اولش همه بهش میخندیدن چون موشکاش یکی بعد از اون یکی منفجر میشد. ولی بالاخره با موشک فالکون 9 تونست یه انقلابی به پا کنه. حالا اسپیس قراردادی چند میلیارد دلاری با ناسا داره و حتی استارشیپ رو برای سفرهای مریخ ساخته. ایلان ماسک واقعا یه نابغه است ولی آدم جنجالیه. یه بار تو توییتر نوشت میخوام تسلا رو خصوصی کنم. باعث شد قیمت سهام تسلا بره هوا. یه بار توی برنامه زنده سیگار کشید و باعث شد سهام تسلا افت کنه. وقتی شرکت توییتر رو خرید خیلیا گفتن داره کنترل اینترنت رو هم به دست میگیره. ماسک فقط به ماشین و فضا قانع نیست. مثلا چند تا از پروژه‌های عجیبش مثل نورالینک میخواد مغز انسان رو به کامپیوتر وصل کنه یا بورینگ کمپانی که تونل هایی میخواد بسازه برای حل معضل ترافیک. استارلینک هم که دیگه همه اسمشو شنیدین، اینترنت ماهواره‌ای که میخواد همه دنیا رو آنلاین کنه. همراهی ایلان ماسک و دونالد ترامپ هم از اون موضوعات جنجالی و پرحرف و حدیثه که کلی سر و صدا به پا کرده. وقتی ماسک توییتر رو خرید گفت هدفش اینه که آزادی بیان رو برگردونه. یکی از اولین کاراش این بود که اکانت ترامپ رو که بعد از شورش‌های کنگره بسته شده بود دوباره فعال کرد. ماسک توی نظرسنجی از کاربراش پرسیده بود به نظرتون اکانت ترامپ رو برگردونم و اکثرا وقتی جواب مثبت دادن گفت صدای مردم صدای خداست. ولی نکته خنده‌دارش اینه که ترامپ حتی بعد از باز شدن اکانتش هنوز توییتر نیومده چون خودش یه شبکه اجتماعی داره. بعضیا میگن دوستی ماسک و ترامپ به خاطر اینه که ماسک میدونه سیاست ترامپ به نفع بیزنس‌های بزرگه. مثلا ترامپ همیشه از کاهش مالیات برای میلیاردرها حمایت میکرده و ایلان ماسک هم قطعاً از این سیاست خوشش میاد. خیلی ها میگن ایلان ماسک یه شطرنج بازه که سیاست رو مثل تجارت میبینه و هر جایی که به نفعش باشه خودشو نزدیک میکنه. ولی یه چیزی مشخصه، ماسک همیشه وسط جنجال هاست، چه بخواد و چه نخواد. خب اینم از زندگی ایلان ماسک. نظر شما در مورد ایلان ماسک چیه؟ اگر ویدیو رو دوست داشتین حتما کانال رو سابسکرایب کنین و منتظر ویدیوهای بعدی باشین.